سفدا حالا دیگه نام بچه مردی مره دباین دروغایت وسیله میسازی. گوش کو سفدا، ای که در پشت چی هستی نمیفهمم، اما ای کارا نکن. علی سفدا، بچه ما کشته شد. با دوستای خودم او را در قبر ماندم در مدت 5 سال. برم یک روزم که شده بچه ما از فکرم بیرون نکردم. قلبم هنوزم تکه و پارچه است و حالیم توی قسم. علی گوش کن، من میفهمم که بعد از گذشت همه سال باور کردن گپ چقدر سخت است، میفهمم، اما قسم میخورم با گوشای خودم شنیدم. بس از دیگه سفدا، بس از چون باش چت یاد گفتن تا بس کن. گوش کن، وقتی شنیدم مام حیران شدم. وقتی خانم سابقت کت مادرش گپ میزد شنیدم. ای کس چون ای قسم یک چیز پد کردن مام نمیفهمم. میگم بس از سفدا، بس از تو پد کردن علی، اما سلیمانت زنده است. شرکت صاف‌سودا داروهایی‌ро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. تو چی رقم یک مادر هستی؟ تو هیچ وجدان نداری؟ چطور؟ یک پدر دقیق سالا چطور تونستی از اولادش جدا بسازی؟ چی گپ ایناق گفته میری؟ تو چقدر یک انسان بیدرک هستی؟ چطور میتونی نام بچه ما قسم به زبانت بیاری؟ دستر تو چقدر یک انسان بیدرک هستی؟ میفهمم که دقیق سال بچه چی قسم از پدرش جدا ساختی، انکار نکو. کل گپایت با گوشایم شنیدم. بس از دیگه زیاده روی میکنی. بس است، درست است. شما هم گپایش بدل نگیرین. واضح است که یک سوی تفاهم شده. سفدا جان، تو وضعیت کاملا اشتباه درک کردی. حالا دیگه خوب است که ما دیگه بریم. بانک خانم آزلم خودش به علی توضیح بده. سفدا حالا جانم، حالا شب بخیر. ایلان کو سفدا گپره که توکچه گفت راست است. او خانم زن سابق علی است. اما علی یک بچه دگام داره که از داشتنش خبر نداره. نامش هم علی جان است. علی جان. کسی که زنده است سلیمان نیست. علی یک بچه دگام داره که از داشتنی او هیچ خبر نداره. حالا اینجا چی جریان داره عزلم؟ شما باز چی پلان دارین؟ سفدا چی را اشتباه درک کرده؟ تو میخواستی با ما چی را بگویی؟ تو گپ نیست که دفتن اقسم گفته شود. بریم یک جایی بیشینیم. حالا دیگه عزلم برم بگو. میخواستی که برم چی را بگویی؟ زود شو بگو. این نفرای تجمع کده. از اینجا برو گم شو هر پتلو. هر مشکلی که داری بعدا همراه نجمی و بیادرش حل کو. فهمیدی؟ تو خودت این مشکل از سرت آوردی پیلوت. خورده است اما قسمت آسانش است. چی میگن؟ اگه
کار از قسمت آسان شروع کنی قسمت سختش هم آسان میشه. دویگو بیبی هر شب قسم توبه میکنه با صبح که میشه توبه خودم مشکنانه دخترم. فکر کردی دا داخل چی ده میبینی ها؟ پیلوت دا اونجا کار میکنه که خودتون خوب میفهمی. علی هان جان، یعنی تو هم در ذهنت یگان گپا را جور کده میگی اما تو نیست؟ جور کردن چی میرال؟ من از آدسه گپ میزنم که اتفاق نفته. پدر اگر در داخل قسمه که گفتی پیلوت اتو یک کار کده باشه از اینجا کت شما مبرایم میرم. برات وعده میتم دیگه اتا نام پیلوتم به زبانم نمیارم. ببین آرپوتلو، در داخل میمان دارم، اما اگه شلستی که سرت فیر کنم تو جای و منطقه بگو من خودم میایم. پیلوت به تو کار نجاری را دادن اما تو سر سیف چشم دوختی. ولگرد به دنیا آمدی اما به حیث یک مدیر میموری. دویگو شما همینجا باشین. ای که در داخل با چی مقابل میشه معلوم نیست. لوده پیلوت، همراه سلا یک جای از مردیتم گذشتی. آدم بودی که جوره و نمونه نداشتی، مرد کاکا بودی. یعنی چی که پلیس خواستی احمق؟ ما پلیس نخواسته آرپوتلو، اما تو اسرائیل خواستی. بیبی بازم خوش شانس هستی، شکر دست و پایتام سالم مانده. ایجا چی گپ است؟ بشوین. پدر متوجه باش. علی هان جان، ناگهان آقا پیلوت در گردن گرفتی، ببین پلیس خواسته. بله من میخواستم یک گزارش بدم. بله آفرین، دقیقاً باید همه قسم میشد. در هر جایی که ترقم شوه پلیس هم میخوایی و اونا حلش میکنن. حق با شما ساقا. آدم بودی که جوره و نمونه نداشتی، مرد کاکا بودی. یعنی چی که پلیس خواستی احمق؟ عزلم، منتظر چی هستی؟ زود شو گپ بزن. برم بگو حالا از ما چی رپورت میکنی؟ علی میخواستم در خانه تی گپا برات بگویم پیش ازی که ما طلاق بگیریم. گپا دراز نکو، زود شو بگو. استاد کو. تو چی میکنی؟ استاد کو. آرام باش. آرام باش سفدا، آرام باش. گفتم استاد کو. چی میکنی سفدا؟ صبر کو. ایلا کو سر تو باور ندارم، یک ذرم ندارم. کی میفهمه که به اوزن چی گفتی که فریبت خورد؟ گپای ناقه بس که سارب درباره خانه و کلی چیزای اوزن تحقیق کرد، حقیقت فهمید. فراموش نکو هیچ مادره مرده بچه خود پت نمیکنه سفدا. 100% تو مجبورش کردی تو بگویه. استاد کو. گفتم استاد کنی؟ استاد کو. درست است، صبر کو. رفتم با چشمای خودم یک بار ببینم. درست است. در صورتی که میخوایی با چشمای خود ببینی
در او صورت میریم و میبینیم. حالا صاحب پیش از اینکه ما را ببینن از اینجا برو، اگر خودت بلا من بازی. ما به خاطر تو جان خودم ایتم زینب. دیشب توی والین برام نواخته بودی نه؟ اما هم خواستم با تو یک توفه بدم. وقت نزدیک میشی مقبولتر میشی. در این صورت مشکل چی است؟ چی است؟ گفتن نمیتونم. دخترم با لیاز خدا چی میکنی؟ آرام باش. آرام نمی باشم پدر، آرام نمی باشم. تا وقتی که نفهمم سینان کجاست هیچ آرام نمی باشم. زینب چرا نمیخوای درک کنی؟ ببین ما نمیخوایم که تو را جگر خون بسازم جان پدر. چندین باری کار تجربه کردیم. بازت کدام کار نکو که پشیمان شوی. وقت با او بچه بگویی که مریض هستی فکر میکنی چی خواهد شد؟ فکر کردی که تو را علاج کده میره ها؟ بعدش با تو ده هیچ جای روی نمیمانه. ایلا تحمل نمیتونی زینبم، کلی کارا را تحمل نمیتونی. ببین زینب گوش کو جان پدر لطفاً متوجه خود باش، نمیخوایم که برات کدام مشکل پیش شوه. ده حق سینان چی کردین پدر؟ سینان کجاست؟ کار نکردیم دخترم، روانش کردم. به خانه زنگ زدم گفتن نیست. یعنی که خانه نرفته، ما از کجا بفهمم؟ شما در حقش کدام کار کردین؟ شما همراهی او چی کردین پدر؟ سینان کجاست؟ هیچ کار نکردیم دختر مقبولم. لطفاً خدا جگرخون نساز. تحمل نمیتونم تو جگرخون باشی. کارو بچه را حل کردین؟ قسمه که گفتین آقا دیگه اونا میتونه مزاحم خانم زینب شوه. تو چی میگی وزلم؟ ما کدام بچه دگام دارم؟ این گپ راست است؟ بله نامش علی جان است. بچه تو است. بچه ما تو است. ای تو یک چیز چطور تونستی از من پد کنی وزلم؟ گفتن نتونستم علی. وقت سلیمان مرد قلبم شکست. زیاد ترسیدم که مثل ما قلب تو هم نشکنه. از این که بازم درد اولاده تجربه نکنی برات نگفتم. میخواستم بگویم که حامل هستم. اگه برای تو میگفتم که یک بچه دگام داریم کسی دیگه خبر میشد و او رام از بین میبرد. باز از ترسی گفتن نتونستم. مرا ببخش لطفا. حاله ما یک بچه دگام دارم مترس. از خونم، از جانم یک اولاد دگام دارم. راست است؟ خب حال کجاست؟ وزلم برم بگو حال کجاست؟ خواهش میکنم زودشو برم بگو. علی صبر کن. یک گپ دگام است که باید برات بگویم. دوباره بعدن گپ میزنیم. حاله مرم مستقیم پیش بچه ببر. حالا علی
بیادر حال کسی که شکایت نکده باز چرا پلیس حمله کده ها؟ نمیفهمم. به این معنا که پیلوت مسابقه را نبرده، از این شکایت کرد، بعداً خودش فرار کرد. خیلی میریم به جای خود ما. میریم، اما به مکان پیلوت میریم. او لعنتی پای ما را به حوزه کشاند. ما مگه چشمای او را از کاسش نکشم نامرد باشم. سلام مقبولم، چطور هستی؟ با هم یک پایک بخوریم ها؟ از در رایم پس شویم. نمیتونم، در مقابل مقبولیت بیخی ایران مانده. ببینین دوست پسر ما بکسر است. اگه همیال از اینجا گم نشوین باز بسیار برتان بد میشه. حالا کسی در این گپا بازی میخوره ها؟ الهیم کنید، لطفا الهیم کنید. کت ما میری، الهیم کنید. هر جایی که بخوایی میبریمت مقبول. الهیم کنید. خدا داد. الهیم کنید. خدا داد کمک کن. الهیم کنید. ایزگی الهیم کنید. الهش کنه، الهیم کنید. الهش کنین گفتم. تو دیگه کی هستی لودا؟ دوست پسرم است. بکسر است. ببینین ما رو بانی. دوست پسرش هستم، اما من خب بکسر نیستم. چرا تو گفتی ایزگی؟ اینا تمثیل میکنن بچه. این دختر از این لوده استفاده کرده میخواد از دست ما نجات پیدا کنه. این را خوب لط کنیم باز بریم رقص کنیم ها؟ با هم یک رقص کنیم؟ من رقص زیاد خوش دارم. نه، ما کتی دختر رقص میکنه. تو دیگه کی هستی لوده؟ ایزگی اینا خلایق رقص کردن نبودن. بیا که ما تو بریم رقص کنیم. بریم خدا داد. بیا که بریم. فکرم خوب کار کرد، بسیار خوب کار کرد. اونا تا صبح قرار خموم میشن ها. بار که بیبی بچه، ده اصل گذشته انسان سایش می باشه، او را تا آخر عمر تعقیب میکنه. وقت کدام بلا سرت میایه اگه قسم رفتار کنی که امشب کدی، یعنی اگه کار به دست پلیس بسپاری و هر کار به پنجه قانون داده همه قسم ادامه بدی، آیسته آیسته از این نجات پیدا میکنی. دیگه ای که یک سفر بسیار طولانی و سخت از باید استادگی کنی، امکان داره هر لحظه پایت بلخشه. باشین بچه ها، فقط پیلوت از زنده مانه، او را با انگشتان میرقصانم. حالا دیگه بیادر، حالا دیگه زود کو زنگو بچه آبت. حالا وقتش نیست ودت. آقا ما یک راه را به خود انتخاب کردیم و تا آخر ادامه میتم. شما تشویش نکنین، هرچی در گذشته بود گذشت، دمون جماند. اگه صاحب او رستوران مشکل داره باز برات یک کار دیگه پیدا میکنیم. نه او قسم یک چیز نیست، یعنی هر چیز در وقتش میشه. اما تو دوای خورد ریزه بود دیگه، اما حال خلاص شد رفت. طبعا جانم های خلاص شد رفت دیگه.
ما کل ما زیاد خوش شدیم در رستوران به کار شروع کردین، باز مدیرم شدین، والا بازم تبریک باشه. پرسیدنش بد است، اما چقدر ماش میگیرین؟ آرام باش. جانم به خاطر پرسیدم، یعنی حتما به اندازه‌ای که زحمت میکشن اما قدر میگیرن انشالله. یعنی از صبح تا شب سر پای ایستاده شده مدیریت میکنین. البته آسان نیست، سمت نیست. راستش شیرینی آماده کرده بودم، داشت پس خانه ماندیم، یادت رفت دختر او را بیار، حداقل میبره. خب یاد دخترم. حالا دیگه سئیس مادر، سئیس. حالا دیگه حالا. از اینکه شما ای زندگیتان در گذشته ایلا کردین بسیار خوب شد، بسیار خوب شد. اما برام بگوین خانه و موترتان خود به کس ندادین؟ در جایش هست. هست. ها. با اجازه تان ما میره جواب بتم یک بار. جواب بتین حتما کدام کار مهم است، از همین خاطر پشت در پشت زنگ زده میره. های چی گپ است ودت؟ میمان هستم نمیفهمی؟ پیلوت نفرای هارپوتلو سر مکان ما حمله کردن، بعد ماندیم بیادم، کل ما را میکشن. چی؟ تحمل که بیادرم اومدم. خیرت از چی شده؟ چیز آتش سوزی در رستوران، آتش سوزی شده. گفتی آتش سوزی؟ آتش سوزی چی؟ در رستوران آتش سوزی شده، من باید زود اونجا برم. مام کتت میرم. نه منظورم از آتش سوزی یعنی که آتش گرفته خاموشش کردن. من رفته ببینم چقدر خساره کردیم. حالا بخیر بری. آی خوب شد که بخیر گذشت بیچاره. پیلوت هیچ لازم نبود که پایین شوی دویگو، ما باز میبینیم. چرا عجله داری ها؟ مگم نگفتی که آتش سوزی را خاموش کردن؟ راست میگه. نمیخوایی که سعی خداحافظی کنیم؟ خداحافظی نمیکنیم، چون که ما همیشه از این به بعد با هم یک جا میباشیم. نه دیدی خانه؟ وقت دست به دست هم بتیم چطور از اده کل کارام میبراییم. اما تو نیست؟ هر چیز همیشه امی قسم زیبا باشه، درست است؟ اجازه نتی که خراب شود. خراب نخواد شد. اما آتش سوزی من باید زود برم، خدا اونجا باید برسانم. سیس وقت رسیدی خبر بده. درست است. همینجاست. بله در اتاقش هست. علی یک بار گپمه بشنو. عزلم گفتم پسان لطفا. خب اونا چرا اینجا آمده؟ به خاطر که بچهش اینجاست.
ده اتاقش است. ببین سفدا، اونا را خوب سعی ببین سفدا. مادر، پدر و طفلشان. برای تو در اونجا هیچ جایی نیست سفدا جان. ایره باید درک کنی. میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟
علی جان فکر میکنه تو مردی. در قلبم چند بار دیگه میخوای با چوقو بزنی وصلم. دیگه چاره ای نداشتم. همیشه درباره تو پرسان میکرد. مادرم هم همراهش گپ زد، برش گفت که تو مردی علی. و تو هم چوب شدی اما ترس. چطور ای کاره ده حقم تانستی؟ خب دیگه ده قسم خود نیستی. ده حق بچیم چرا ای کاره کدی؟ علی ما مجبور بودم. مجبور بودی اما ترس. از ای که بچیم از مپاد کدی مجبور بودی. یک انسان چطور با او اندازه ظالم شده میتونه که مجبور شوه یک پدر از بچهش جدا بسازه؟ وقتی یک مادر از خاطر پدر بچه خود از دست میته زیاد درد میکشه. هنوزم تو مرا مقصر فکر میکنی علی؟ ای که ما بچه ما را از دست داده مقصر اصلیش تو هستی. نمیتونستم اجازه بدم که علی جانم همو قسم شوه. از این خاطر درباره او برات چیز نگفتم. به خاطر مرگ سلیمان همیشه مرا مقصر فکر کردی، اما هدف او بم سلیمان نه بلکه ما بودم. ایره خودتا میفهمی وزلم. اون روز اگه بازم به خاطر گپای حق و ناق جنگ و دواره خستانده پیش مادرت نمیرفتی، دو موتر سلیمان نه من می بودم. یعنی حال تو گناه را در گردن من میندازی ها؟ همه ترس؟ نه، من کسی نیستم که پشت گناهگار بگردم. به خاطر این موضوع تو را هیچ وقت گناهکار فکر نکردیم، چون چیزی که در تقدیر نوشته باشه او را نه تو و نه من تغییر داده میتونم. همیشه تقدیر گفته نرو. میتونستی که تقدیر خودت هم تغییر بدی علی. چقدر برات عذر کردم. گفتم وظیفه تا اعلا کن. گفتی اعلا میکنم اما اعلا نکدی. به خاطر او تصمیمه که تو گرفته نتونستی. امروز بچه‌م پیشم نیست. دی باره چندین بار گپ زدی مظلم. نمیتونستم ایلا کنم. زندگی و قدر انسان ها وابسته به ما بود. فهمیده و دانسته او انسان ها را نمیتونستم دادان مرگ روان کنم. به خاطر نجات دیگران تو خانواده خودت فراموش کرده بودی. ما مجبور شدم که علی جانه گرفته ازت فرار کنم. هرچی که میشد توی حقا نداشتی. با مو اندازه که تو سر علی جان حق داری با مو اندازه ما هم سرش حق دارم. از که او را از ما به این شکل فرار دادی ترسناک است، بسیار ترسناک. اما با او اندازه ترسناک نیست که سلیمان در انفجار از بین رفت. ما کار درست انجام دادم چون دیگه برم چاره نمانده بودی. آی چرا چیخ میزنی؟ چی گپ هست؟ علی جان بیدار میشه. خوش آمدی علی. درباره وضعیت علی جان برش گفتی؟ گفته نتونستم مادر. دخترم چرا برش گفته نتونستی؟ میگفتی؟ چطور بگویم؟ ده حالت نیست که بشنوه. هرچی میگفتم میگفت پسان بگو. دخترم یعنی ما برش بگویم چطور؟ آه مادر. با ما یک تابلو رو نشان داده بودی نه؟
مام به تو یک تابلو رو نشان بده. ای خانه مثل قبرم است. من هر وقت داخلی خانه میشم میمورم. توی قسم خوش هستی. تا که تو خوش نباشی من هیچ خوش بودن نمیتونم سیفده. اما ببین کم مانده بود که به علی کل چیز بگویی. اگه میگفتی چی میشد؟ سیفده تو اتفاقات نمیبینی. از اینکه پدرت بچه علی را کشته یک تصادف بوده نمیتونه. تقدیر کل را به طرف ما میکشانه. چرا مقاومت میکنی؟ هر چیز امکان داره، اما ما و تو هیچ وقت کدام آینده ای نخواهد داشته. باز میبینه. وداد تحمل کو بیادرم. من میایم میرسم حالا میرسم. دویگو زنگ زدی؟ پیلوت رسیده یا نه؟ پدر گفت وقت رسیدم زنگ میزنم. هنوز زنگ نزده. های منتظر هستی چی را بشنوی علی خان جان؟ رستورانتش در گرفته بود. خیلی نمیرفت. چی میکرد برام بگو. ای چه قسم آتش سوزی بود من خو هیچ نفهمیدم. مادر این کاکا کی است؟ اینا یک مهمان خاص ما است بچیم. خوش آمدین. خوش باشی. سلام علیکم دوستانی عزیز و مهاجران دور از وطن. برادر عزیز خیلی گفتیم برای شما در اینستاگرام یک اینترنت مگزین نو با نام فست شاپ روک شدیم که در اون سایت شما میتوانید بهترین سر و لباس‌های ترکی رو هم زنانه هم مردانه رو با صفت عالی دسترس نمایید. برای زکات کردن سر و لباس‌ها و پویافزارها شما میتوانید با سیلکی که در کامنتاری هست در اون یا که در اینستاگرام در پایین نویسید فست شاپ مینوس پایین رو در اومده تمام لباس‌های خودتان رو انتخاب کنید. دستافکا با تمام شهرهای روسیه به پول از خانه زکات کرده شما میتوانید صاحب لباس‌های خودتان شوید. اما احوال پرسی ایتو خشک خالی نمیشنی؟ یعنی اول باید قول بتیم. حالا بچیم مهمان ما خدا بیگانه ایست نکنه.
لازم تو به حیث صاحب خانه باید با مهمان گرم و صمیمی رفتار کنی نه؟ به خانه ما خوش آمدین. کدام چیزی میخواین؟ بله، ما به شما یگان چیز میاریم. چی میخواین؟ نه یا یک دقیقه صبر کو فکر کنم. در اصل از کمیت یک ماچ میخوایم. البته اگه تو اجازه بدی. علی جان، تو طرفدار کدام تیم هستی؟ فنرباغچه. حد زده بودم. بسیار خوب. اگه میخوایی در باغچه همراه چند دقیقه توپ بازی کنم چطور؟ سعیست، اما من در با زبان نمی باشم. سعیست، من می باشم اما گل نمیخورم. من خو میزنم. سعیست، حالا تو به طبیعی که بریم. علی جان، علی جان، علی جان. بچه علی جان، مادر، امبولانس بخواین، علی بیهوش شده. باز بیهوش شد. علی جان، علی جان. سعیس، بچه بچه علی جان. وداد تحمل کو بیادرم. آمد و من نمیرسم. رسیده نمیتونی خانم مدیره، ناوقت کردی. نامرد هارپتلو، بچه مگه به یک تارموش ضرر برسانی سراخ به فرار کردن پیدا نمیتونی. تا پیش از که زیادتر از خیال بافی نکدی ما برات حادثات بگویم. حال ودت میموره، فهمیدی؟ هوش کنی نامردی کار نکنی هارپتلو. من میدان آماده میسازم. وقتی می آمدی فراموش نکنی که کالای رقصم همراهت بیاری. تو دست پای زدن پیلوت نخواد دیدی. به بار آخر خدافزی کن. بچم گوش کن، اگه ده حق وداد کدام کاری کنی باز ما تو را حقت حلال کو بیادر. بیادر صبر کو بچم. نکو بچم، طاقت کو. ما میرسم چند دقیقه دیگه میرسم. ناوقت نکنی پیلوت، تا پیش از که لاش بیادرت سرد نشده اینجا بیا. نامرد بیادر من. نامرد بچم بشنو لعنتی. هارپتلو بیادرم. بچم نموری بچم. اما آمدم من نمیرسم. وداد سفدا، تو از سینان خبر داری دخترم؟
نه چرا سینانه چی شده؟ امروز به تماس شده نمیتونیم دخترم. یعنی چی که نمیتونیم پدر؟ یعنی نمیتونیم دیگه نیست. یک دقیقه ببینم شاید در کدام جای بند مانده باشه. چی بفهمم شاید موبایل شده موتر فراموش کرده باشه. حتما که میایه. اما چندین ساعت تیر شده. با پلیس و حوزه خبر بدیم چی کنیم بگو. تا که 24 ساعت تیر نشونه نباید به پلیس زنگ بزنیم. میگم که صبر کنین. اقا گپا کلان نکنین. این بچه کجا باشه؟ خب یک بار با دوستای زنگ بزنیم. زنگ زدم جان مادر، زنگ زدم ده هیچ جای نیست. چطور ده هیچ جای نیست ها؟ نیست دیگه. وداد بیادره وداد بیادرم خوب هستی نه؟ 1000 بار شکر که خوب هستی. اگه فراد بیادر با وقت نمیرسید باز. بیبی بیادرت با وفا برآمد. در وقت مردن نخواست که تو را تنها بانه. هار پوتلو سر جای غلط حمله کردی. همراه آدم غرضنگی به شرف. پدرش آمده. بیرون برای. زود شوین براین احمقا، براین مانع آمدن او شوین. زود شوین. رئیس از این طرف. خیر ببینی فراد بیادر. بخیر باشی. بخیر باشی. یک روز پیشم آمد. گفت مادر پایم زیاد درد میکنه. گفتم کلان میشی بچیم. آدم که کلان شوه اقسم میشه. تشویش نکن. گفت میخوایم بیشتر از این باستکبال بازی کنم. تو با خدا گرفت و به باغچه رفت. بچه قنده بسیار قلب پاک داره. بسیار معصوم است علی. معصومیتش از چشمایش معلوم میشد. باز یک شو شروع به استفراغ کردن شد. بیحال شد. به تختش بردم و شاخوش دادم. گفت مادر دیگه تحمل نمیتونم. پایم زیاد درد میکنه. نمیخوایم کلان شوم. به شفاخانه بردمش. معایناتش کردم. برایش بسیار زیاد خون نیاز بود. دکترام خون خودم معاینه کرد. اما از هیچ کدام اونام سر نخورد. کاش خونم از سر میخورد. اما نخورد. بسیار مجبور شده بودم علی.
هیچ نمیفهمیدم چی کنم. حالا دیگه فقط تو آخرین امید بچه ماستی. اما او گپ دروغ نیست، ازگی راست است. دروغ است خدا داد. ما عاشق و معشوق نیستیم. ما تو را دوست ندارم، یعنی دوست داشتن نمیتونم. به خاطر چی؟ چی بفهمم دیگه، یعنی بدل من نیستی، چاقک هستی، بی تیپ هستی. تو عاشق نیستی از او خاطر مرا چاق میگی. اگر دوست میداشتی باز قسم نمیگفتی. تو زیاد تغییر کردی. علی، دکترها به خاطر ما اینا منتظر هستن. خب آخرین بار کتی گپ زده وقتی برآمدم براتون چیزی گفتم رای دوستم میبینم برآمد. کدام دوستش مادر؟ از او کدام نام چیزی براتون نگیره؟ نمیفهمم جان مادر، نمیفهمم. خیریه در فکرم زیاد چیزای خراب میایه. نه که بازم با مو کارا شروع کرده. هنی سینانی کار کرده نمیتونه، وعده داده پدر کرده نمیتونه. بس است گو یک بچه جوان است. اگه یک شب خانه آمده به ایمان نیست که کدام چیز شده باشش. آرام باشین. علی، بچه ما خوب میشه، به ما باور کن. از قلبم حس میکنم او خوب میشه. انشالله. خداوند
خواهش میکنم در اولاد نشان نده. سبا بلی آخرین هدیه من روان کن. بیادر بعد از علی رازبان بردم ایتونه؟ علی آخرین شبه که آزاد میگرده همیشه واسه بس. اونا رو میبینی مادر؟ چقدر با هم مقبول معلوم میشه. به خاطر نجات جان همو بچیم که از پدرش فرار دادمش. بازم یگانه چانسه که میتونه او را زنده نگاه کنه پدرش است. نمیتونیم از تقدیر فرار کنیم. کاش که دمو اول برش میگفتم. او وقت علی شاید با بودنش میتونست دردای علی جان کم بسازه. اینه که ما کار اشتباهی کردیم مادر. اشتباهی چی دخترم؟ نه که نجات دادن زندگی علی جان کار اشتباه است. میماندی که او مثل سلیمان میمرد. توبه خدایا، تو هم دیگه اینقدر عذاب وجدان نکش دخترم، تشویش نکن. این کار تقدیر است دیگه. هر چیزام که میشه بان که شوه. باید سینانه پیدا کنم. اگه او را چیز شوه خدا بخشیده نمیتونم. خوب از دخترم، اما فرار کرده چی خود شد؟ باید سینانه پیدا کنم. هر چیزی که شوه او را حتما پیدا میکنم. اگه نی پدر من نمیبخشم. زینب دخترم، چیزی را که گفتم همو کار کن. لطفا مرا کمک کن. اگه پدرت خبر شوه که تو را کمک کردیم هیچ وقت باز خبر نمیشه. کار را که میگم همو را بکن لطفا. زینب، چی کارایی را سرم میکنی؟ چی گپ شده؟ نمیفهمم آقا کرد. صدای شیشه را شنیدم دویده اینجا اومدم. شاید کدام چیز خورده باشه. زینب؟ زینب فرار کرده. زود باش دختر ما پیدا کن.
نه نکن. تو زیاد شیرین هستی. میفهمی تو بهترین تحفه زندگی هستی که خداوند برم داده. به خاطر چی؟ نه که تو بچه نداری. اصل دارم. علی میشه ما چند دقیقه با هم گپ بزنیم؟ البته. بچه ما زود پس میم، درست است؟ دیگه ای که زیاد وقت است. اگه میخوایی چند دقیقه دیگه هم خوشو هم؟ در موبایل خواهید صحیح برم نگفتی. چطور آتش سوزی شده بود؟ ها؟ به خاطر چیز شده بود، به خاطر منقل شده بود. از او خاطر کدام چیز مهمی نبود. یعنی وقتی الارم آتش سوزی زده شده بود باز بر خطا شده بودن. در او صورت خیلی چرا در اینجا استی؟ پشت تو دق شده بودم. اگه قسم در بار دق شدنت بیایی باز متوجه رستوران کی می باشه؟ هر کسی که می باشه باشه. من متوجه تو می باشم. همه قدر به من کافی است. سلام. خیرات باشه پیلوت. من همراه خانم دویگو درباره چیز گپ میزدیم. وقت نماز جمعه است، من میرم. با نماز جمعه میایی اما تو نیست؟ البته امکان داره که نیایم. بعد از چشم به رستورانت میایم، درست است؟ بیا برو دیگه. بیالی تا حال چرا نامده؟ بیادر پایدایش نکردیم. امی که پایدایش کنیم پاکاته برش میرسانیم. عجله کنین، او را پیدا کنین. اگه دیم مغزتون رو باد میکنم. یک قسم یک دفعی نه که به طفل گفته میتانی که پدرت آمده علی. دا وقتش اگه شما برم دروغ نمیگفتین حالا بازی قسم یک مشکل پیش نمیامد. وقتش که رسید میگیم ای دیگه چی مانا میته. حالا خب پیش بچه تستی بعدن بگو برش. بعدن چی رو برش بگویم؟ بچه مریض است و ما به او بچه‌م گفتن نمیتونم. او هم به ما پدر گفتن نمیتونه. شما میفهمید که همه چی مانا میته. عقلم از دست میتم، قسم میخورم که عقلم از دست میتم. این بچه بالاخره کجاست؟ اوف سفدا خواهر زینب، سینان به خانه آمده؟ تو درباره گم شدن سینان از کجا میفهمی؟ ما با هم بودیم. بچیم کجاست؟ بگو کجاست ها؟ نمیفهمم. یعنی چی که نمیفهمم زینب؟ دخترم نه که سر سینان کلم بالای آمده چطور؟ نه ما با هم بودیم. پدرم وقتی که ما را دید قار شد، گفت که چیزی نمیکنم اما نظر به که نامد. یک دقیقه پدر تو کی است ها؟ آقا کرد. او آدم کجاست؟ همراه بچه ما چی کده؟ خانه شما در کجاست دخترم؟ حالا بریم خواهش میکنم. اگه سینان در پیش آقا کرد باشه باز هیچ کسی او را از پیشش گرفته نمیتونه. اما چیز به خاطری بود که ما را در بین هم بنداز علی، اما موفق نشد. نمیخوایم که تو از بین بری علی.
مادر شما تشویش نکنی. سینانه هیچ چیز نمیشه، درست است؟ ما حال پیش علی میرم، او سینانه پیدا میکنه، درست است؟ تشویش نکنی. سینانه نجات بده. درست است. تشویش نکنی. سفدا مامام راید میایم دخترم. شما هیچ ضرور نیست که بیاین پدر. ما باید برم علی را پیدا کنم. علی چرا باید تو را کمک کنه سفدا؟ تو چرا خودت که علی مقایسه میکنی اویگار؟ او به هر کسی که محتاج باشه کمک میکنه. بازیشوی تو چقدر مقبول هستن. ما کارمند اطفاییه‌مشون. خیلی قسم است. ما وقت خورد بودم میخواستم کارمند اطفایه شوم. شما راست میگین؟ بله. نام شما چی است کاکا؟ علی. نام ما علی است. مادر، بیبی، نامش کاملا مثل نام ماست. بله بچه، کاملا. درباره وضوی غسل ملا صاحب چی چیزا گفت شنیدی؟ درباره چی؟ درباره وضوی غسل ملا صاحب گفت که 100% 60% جوانا درباره غسل چیز را نمیفهمن. حق به جانب است. ملا صاحب حق داره، یعنی راست میگه. حتی به نماز جمعه هم نمیرن. تا غسل درست نباشه نمازم نمیشه. نمیشه. گفته نمیشه؟ البته که نمیشه بچه، بدون غسل هیچ نماز نمیشه. البته جانم این کار خو امکان نداره دیگه. حتی گفتن که بدون غسل کار کردن یک انسان هم خوب نیست. به هر صورت من دیگه به دواخانه میرم. حالا دیگه خداحافظ. زنده باشین محترم. خداوند قبول کنه. بیازو تا وقت وضو نگیری نماز نمیشه دیگه. خدا داد. پیلوت بیادر؟ یک بار اینجا بیا. خداوند قبول کنه. بچم در زیر این حال یک بار یک وضو خوب بگینی ببینم درست وضو میگیری یا نه. سابق خب پیش روی وضو گرفته بودم پیلوت بیادر. تو هم گفتی در امتحان کامیاب شدی، یادت نیست چطور؟ بله، یعنی کامیاب خوش شدی اما این بار دیگه قسم باید وضو بگیری. گفتی دیگه قسم وضو؟ تو یک بار امرای من تا پیشینال برو، اونجا برات میگم که چه قسم باید وضو بگیریم. بیا که بریم الان زود باش. در خانه نیست، ناق دروازه را تک تک میکنی. میبخشین صاحبی خانه کجاست شما میفهمین؟ بچیشون مریض بود، به شفاخانه بردنش. خب در کدام شفاخانه بوده میتونم؟ دمی نزدیکاست. اگه میخواین من به شما آدرس داده میتونم. درست است. آل از می سرک مستقیم بریم. علی ایره تحمل کده نمیتونه مادر. چرا ایره تحمل کده نتونه دخترم؟ اگه پدر بگویه یا کاکا بگویه چی فرق میکنه دیگه؟ فعلا چیزی که بر ما بسیار زیاد مهمه سعد علی جان است. البته مادر جان، البته کمتر است. خدایا انشالله که این مغز استخوان سر بخوره. من دیگه هیچ چیز نمیخوایم. گریان نکو بیبی، طفل سال داره جگر خون میشه. بچه وضوی غسل
برات خو گفتم وقتی پیشنهال بریم باز به یادم میانی، حالا به یادم آمد. وضوی غسل میگم دیگه. گفتین وضوی غسل؟ ها بیبی، این یک وضوی بسیار مهم است، فهمیدی؟ بدونی هیچ چیز نمیشه. به او خاطر تو حالا دیگه وضو بگی نه، ببینم چه رقم وضوی غسل میگیری، ببینم صحیح میگیری یا نه. حالا چرا خنده میکنی؟ ده اینجا خود نمیشه پیلوت بیادر، من میشرمم. خیلی کجا باید این کار کنی ها؟ اگه میخوای نمام بریم ده اونجا وضوی غسل کدانه برات نشان میتم. دمام دیگه چی رب داره؟ درست است، ما تو را به امام باز خواد بردم. اونجا باز هر قدر که خواستی میتونی خود بشویی. حالا فقط وضوی غسل بگی، حالا دیگه فرار کردنم نیست. زود باش. خب اول بسم الله میگیم؟ بگو. میگم نیت میکنم به رضای خداوند و وضو غسل میکنم. آفرین بچم، آفرین. بعدن باز در دست راست معوه گرفته 3 بار دانه تا گلونم غرغره میکنم پیلوت بیاده. خب باز بعدن باز در دست راست معوه گرفته و بینیم بسیار خوب پاک میشویم. بعدن باز ای قسم سرم میگیرم. ای قسم چی میکنی بچه؟ تو چی میکنی دیوانه؟ پیلوت بیا، در وقت تو باشی من کالای من کشیده نمیتونم. بچه‌م چطور یعنی وضو همه قسم گرفته میشه؟ بعدن باز طرف شانه راستم او میندازم، بعدن باز به شانه چپم. این چه قسم وضو گرفتن است دیگه؟ امیالا خب برات گفتم که اول در شانه راستم میگیرم، باز در شانه چپم میگیرم، بعدن باز در سرم گرفته تا نوک پایم به اندازه ذره ذره وجودم خشک نباید بانه. یک قسم میگیرم. بیادری وضوی اولی باری است یا نه؟ یعنی مثل وضویی که چند روز پیش گرفتی؟ همه قسم جانت میشه یا همه قسم. بچه من فکر کردم کدام چیز دیگه است. بچه حالا برو دیگه خدا خوش کو، یگان چیز گرم بپوش که مریض نشی. نه پیلوت بیادر، من مریض نمیشم. ایزگی امروز مرا درد داده، یک قسم برام خوب است، سرد میشم. بچه بیا از عاشق خوب بودی، حالا از ما عاشقای سرگریبان کنده واری شدی. گریبان کنده. ای خدایا صبر بده برم. زیاد عرق کده. علی دیدم علی جان زیاد عرق کده، حالا باید به اتاق بریم. درست است. برات نگفتن که نتیجه چه وقت معلوم میشه؟ منتظر می باشیم. گفتن وقت برای باز خبر میدیم. تو او میخوری؟ نه. درست است. پیلوت سلام. سلام، خوش آمدی. من میخواستم درباره یک چیز امروز گپ بزنم. خب بگو. این قسم یک چیز چه قسم گفتم میشه هیچ نمیفهمم. من در یک جای کار میکردم، از کار کشیده شدم به خاطر مشکلات اقتصادی. شنیدم که تو ده اینجا مدیر هستی. امی قسم باز اینجا اومدم. البته ما حالا یک کار دارم، تو در مدیریت برو. درست است؟ باز ما پسانم رو گپ میزنم که چی باید بکنی چی نکنی. درست است. درست است. پیلوت در اینجا چی گپ است؟ چیزی نه، راستش خانم توکچه آمده بود گفت که
بیکار است، میخوایم یگان کاروبار کنم. بله بله، درباره کار گپ میزدیم. در اون صورت خیمه میرم. خدا حافظ پیلوت. بخیر بری. خداحافظا میگم. او آتش سوزی دیشو امی خانم بود؟ نه جانم، به هیچی ربط داره. آتش سوزی بود دیگه، در گرفته بود. کجا در گرفته بود؟ با مام خو نشان بده. آها. تشکر، پولیتانه بگیریم. علی، تو اینجا چی میکنی سفدا؟ سینان گم است. خب ما چی کردم میتونم؟ پیش پلیس میرفتی؟ پلیس کار کردن نمیتونه. به خاطر چی؟ سینان پدرم اختطاف کرده. آقا کرد؟ بله، وقتی ما و سینان میخواستیم هم دیگر رو ببینیم پدرم اجازه نمیداد. علی لطفا یک کاری کن، سینان پیدا کن لطفا. به خاطر که بیادر تو هستی، به خاطر که با کمک ضرورت داری برات کمک میکنم. میفهمم بیازو به خاطر پیش تو آمدم. خیلی لطفا. موبایلت بده. آقا کرد، به نام سینان یک بچه پیش تو هست. از خیرتون عاجل علاج کنید. چیزی نیست که مربوط تو شوالی. نه خدا در این موضوع داخل نساز. باید رو برو همراهش گپ بزنم. شما دم اینجا منتظر باشین. من خوب شما گفتم که منتظر باشین. نمیشه علی، موضوع زندگی بیادرم است. سینان به خاطر ما اختطاف شده. درست است، من گپ میزنم اما به تنهایی. علی لطفا، تا نبینم بیادرم نجات یافته از این موتر پایین نمیشم. چرا استاد استی؟ برم نشان بده که کجا سوخته. اونجا ای برات خو گفتم دیگه. یک چیز بسیار خورد بود، یک آتش سوزی بسیار خورد. بانش جانم خلاص شد رفت. اقا پشت گپ نگرد دیگه. امو جایی که سوخته همیاله، برم نشان بده. در چیز بود، در آشپزخانه. درست است، حالا بریم. حالا کجاست؟ کجاش سوخته بود؟ همینجاست دیگه. یعنی بسیار آتش سوزی خورد بود، اما وقتی الارم زدن کلگی ور خطا شده بود. راست میگم دیگه.
خسته نباشین. زنده باشی. بسیار زیاد تشکر. همینجا دیگه یک دفعه آتش گرفته بود. پیلوت او دختره بار دیگه در اینجا نبینم. شما متوجه کار خود باشین. آقا صبح یک حادثه کوچک رخ داد. از اجاق آتش بلند شده بود. بسیار خوب شده بود. بسیار خوب شده بود. زیادتر متوجه کار خود باشین. بله. کجا رفته؟ خاصیز کل جای پالیدن آقا. به جایی که خانم زینب رفته. همراهی بیادرم چی کردی؟ بگو چی کردی؟ اینه که دیدن همراهی دخترت کدام گناست؟ کجاست سینان؟ جواب بده سینان کجاست؟ چی شد علی؟ نیکی بار دخترم تو فرار دادی ها؟ ما هیچ کس را فرار ندادیم آقا کرد. اگه بخوایم کس را فرار بتم از دانه دروازش فرار میتومش. با گرفتن سینان آمدیم. او کجاست؟ کتی سینان خو کدام کار نکدین پدر؟ بگوی نیک نکدین. بیادر مرا برم بته. بیادر من گفتم برم بته. سیفدا درست است. آرام باش، من خودم گپ میزنم. علی بیا که داخل بریم. کار دارم آقا کرد. او بچه را بته که بریم. داخل و بیرون نداره. علی یاد سبا تو هیچ ربط نداره. او بچه تو وقتی که قبول نکنه که دیگه همراه زینب نمیبینه پیش من میباشه، یا خواه از دیدن آفتاب منصرف میشه یا هم از دیدن زینب. بیادر من بته. بیادر من بته. افتا گفتم آرام باش. آقا کرد، به خاطر که یک نفر دخترتان دوست داره شما او را آزار میدین؟ سینان اعلا کنین. مکت سینان گپ میزنم. بسیار خوب، درست است. این بار قبول میکنم. او بچه تا یک ساعت دیگه به خانش میرسه. اگه باز بخواه که کدام اشتباه کنه باز جسد و بچه را به دست میاری. حالا دیگه دخترم بسیار زیاد تشکر. تو چه بار دیگه در اینجا قدم خود نمانه. دویگو بیبی، دختر محتاج است. آمد از من کار خواست. برش چی میگفتم؟ نیک راندن کسی به ما میزیبه. او ای کار قصدن میکنه. چی را قصدن میکنه دویگو؟ تو را دوست داره. سر تو چشم دوخته. نیک نمیفهمی. مام سر تو چشم دوختیم. نیک تو نمیفهمی. ای قسم ده پیش روی کلگی چی میگی؟ میگم که امشب بیرون بریم. کجا بریم؟ همین قسم با هم تنها به یک جایی که تنها بوده بتونیم.
راستش چی با هم تنها گفتیم یعنی تنها باشیم، نان بخوریم، در یک جای بشینیم، تنها نان خورده بتانیم. درست است. درست است. درست است. شاو 8 بجه بیامر از خانه بگی. اوف سینان مرا زیاد ترساندی جان خور. حالا با مادرمشون زنگ بزن بیشتر از این تشویشتا نکنن. بیچاره مادرم زیاد تشویش میکرد. ما کتالی بیادرت هستم. سیس برش میگم. حالا دیگه برشون زنگ بزن. خداحافظ. سینان ازت بسیار تشکر کرد. سلامم گفت. دستم مام ازت تشکر میکنم. برات خود گفتم به خاطر تو کارا نکردیم. من شفاخانه میرم. برای کجا برسونم سیفده؟ علی هنوزم چیزی نمیگی؟ بچه تا چی شده بود؟ خداحافظ. امشب ساعت 8 میبینیم. یادت نره. نمیره. شو باز میبینیم. پیلوت بیادر چی گپ از خدا داد؟ میتونم ازت یک چیز پرسان کنم؟ بگو چی است؟ یادت از دفعه قبل به ما یک طریقه یاد داده بودی نی؟ ما فرار کرده بودم ازگی تعقیبم میکرد. خواه؟ پیلوت بیادر میشه به ما یکان طریق نو یاد بیتی؟ مشکل چی است؟ اول تو رو بگو نظر به او برات میگم. ازگی به ما گفت تو چاق استی بسیار بدرنگ استی. گپاش هیچ از اینم بیرون نمیشه پیلوت بیادر. در او صورت خیلی مشکل حل شدنی نیست. حالی که او آدم به تو چاق و بدرنگ گفته در او صورت تو باید جلب توجه کنی او را. منظورم است که یک قسم کالا بپوش و در مقابلش ظاهر شو که او در هر جایی که باشه تو بتانی در مقابلش بری و قسم را برو که هیچ گپی نشده. فهمیدی؟ عطر بزن و سر بلند را برو. فهمیدی؟ دیگه از ما چی میخوای سیفدا؟ ببین بیادرتم نجات پیدا کرد. علی بچه تا چی شده؟ خوب است. پرسان میکنم اما جواب نمیدی. به تشویش هستم. خوب نیست سیفدا. هیچ خوب نیست. منتظر پیوند استخوان است. چی؟ زیاد ناراحت شدم. سیفدا تو دیگه چرا مثل یک زن متأهل رفتار نمی کنی ها؟ بعد از این مرا دیگه راحت بان.
بعد از هر جایی را که چشمایت میبینه ده اونجا خون خواد بود. بیا بچیم. آفرین. علی را پیدا کردیم، پاکتان برش دادیم. آفرین. اما دیگه چه بگی؟ آخرین سفر علی کم طول خواهد کشید. سایس حالا زود چاوه. کوکو علی. بچه شیرم. تو چی میکنی؟ این دوستای اطفایی چی میکنن ها؟ شما تا از نزدیک اطفایه رو دیدین؟ بله دیدیم. او موتر زیاد کران است. در ضمن آوپاشی هم میکنن. تو آوپاشیشو ندیدی تاله؟ میشه مرم یک بار اونجا ببرین؟ فکر کنم سایس میبرمت. وعده است؟ وعده است. سیفدا علی ما وقت تو رای قسم کته بچه دی یک جا. آی سیفدا شما در اینجا چی کار دارین؟ بیا مرا گیر کن. گیر کردن نمیتونی. بدونی؟ اینا کاکا خدا داد آمده. بریم سعی کنیم. چقدر کالای خوبش پوشیده. خدا داد ای چی سر واز از بچیم. خدا جوکر باره جور کردی. دایی چقدر خوبش است. کالای جلب توجه، کالای جلب توجه. پیلوت بیادرم طریق درست یاد داده. چطور است؟ مقبول است؟ خوبش است. برای خوشم اومد. کردی تو خوبش است. بله بسیار شما مقبول. پس شوین. حالا برین یک جای دیگه بازی کنین. حالا خدا دادی تو خدا چی جور کردی ها؟ چرا این کالا رو پوشیدی؟ اما پیلوت بیادر گفت طریقی نو است. گفت کالای نو بپوش مردم جلب توجه میکنه. همه قسم ایزگی هم خوش میشه. توی کالا رو به خاطر ما پوشیدی؟ بله به خاطر تو پوشیدم. اگه میگی بکشمش. تو چقدر مرا دوست داری های؟ من به خاطر عیادت مریضتون اینجا آمدم. به خاطر گپایی که دیشب گفتم بخشش باشه. به اجازهتون خانم. صاحب اجازه هستین. بازم شفا باشه. به امید دیدار علی جان. بله ما یعقوب هستم. میتونم با خالی گپ بزنم؟ علی یک نفر به نام یعقوب میخواد کتت گپ بزنه. خانم مظلم گوش کنین. ده اصل شما باید بشنوین.
کوشش نکنین بیشتر از این خود در زندگی ما دخیل بسازین. بهتر از کم متوجه حدتان باشین، درست است؟ روز خوش. مادر چرا سرش قار شده؟ نه جانم، هیچ قار نشدم. چرا باید قار شم؟ سایس یعقوب، دیگه خودم حل میکنم. درست است. زنده باشی. پیش همون کسایی میری که در موترت خط ماندن. کجا میری؟ نمیخوای برام جواب بدی؟ علی نرو. علی لطفا. سیفدا مرا آرام بان، لطفا آرام بان. اگه تو رسیده شوه چی؟ بابا چیت فکر کن لطفا. سیفدا بیازو همیانه درباره بچیم فکر میکنم، فقط با بچیم. خدا داد ما میخوایم که تو را دوست داشته باشم اما نمیشه. چرا نمیشه؟ ما میخوایم تو را دوست داشته باشم و میشه. در اصل ما تو را دوست دارم اما قسمی که تو میخوای نیست. در اون صورت ما تو را قسم دوست میداشته باشم که تو خواسته باشی. این کارا میتونی؟ ما تو را هر رقم دوست دارم. میشه دوست باشیم؟ شریک زندگی؟ ما هم خود دقیقا نمیره میگم میباشیم، شریک زندگی میباشیم. درباره شریک زندگی گپ نمیزنم. چرا؟ تو هم عشق گفتی، ما هم عشق گفتم، عاشق یکی دیگه خود شدیم نه؟ دست ما گرفتی؟ خدا داد ببین ما عاشق تو نیستم اما تو بسیار یک آدم خوب هستی. دوست می باشیم، درست است؟ می باشیم. اول دوست می باشیم، بعدن شریک زندگی، اما قسم به نوبت. چطور؟
این مرمیاره فکر میکنم دستل در جان خود میزنم. بیادر خیریت باشه. کدام چیزی شده؟ بیا پیلوت بیا. دقیق در سر وقت آمدی. حالا برات یاد میدم که شکار کردن یعنی چی. منتظر باش. بیادر جان ودت بیادر ما تو نجات دادی. من صحیح ازت تشکر نتونستم. میخواستم از تو تشکر کده برم، یعنی من زیاد کارهای دیگام دارم. هرچی که میکنی باز بعدن بکو پیلوت. او شکار نباید فرار کنه. او قسم شکار دیگه پیدا کردن نمیتونیم. زینب دخترم، در این وقتا نتایجت خراب است. فکر میکنم کدام چیز ناراحتت میکنه. پدرم است، این کافی نیست. باز چی کده؟ ده هر کارم دخالت میکنه کاکا متین، ده هر کارم. فقط به خاطر که یک بچه رو میدیدم دروازه اتاق ما قلف میکنه. های تو در حق زینب چی کدی؟ تصمیم داری کوره از بین ببری؟ با این کار مجبور بودم. او میخواست یک بچه را ببینه، اما با این کار اجازه نمیتم. به خاطر چی نمیتی؟ هر قسم احساسات میتونه زندگی زینب در خطر بندازه. این را خودت برام میگفتی، اما تو نیز دکتر صاحب. به خاطر حفاظت از دخترم هر کاری که باشه میکنم. تو همه چیز اشتباه در کردی آقا کرد. او دختر هنوز بسیار خورده است. این کارت به سلامتی او ضرر میرسانه. شما خب پدرش هستین. از اینکه در اتاق قیدش کنی یا سرش فشار بیاری، از نگاه روانی برش صدمه میرسانین، دردش زیادتر میسازین و این چیزی است که جبران ناپذیر خود بود. او را بانین که تصمیم خودش بگیره آقا کرد. سعیس بس که دیگه. آقا کرد زینب راحت بانین. احساسات زینب به صحت و سلامتیش خوب است. او دختر در خانه قید ساخته، زندگیش خراب نسازین. به جهنم خوش آمدی هروغلو. اولین کسی که پیش از مردن به جهنم میره تو هستی احمق. نمیخوایم دیگه در فکرم باشین پدر. از یک در فکرم هستین زیاد خسته شدیم. زینب بیکاره نکو، زینب اینجا نرو، زینب فلانی را نبین، ما خسته شدیم. زینب اگه میخوای کو بچه را ببینیش دخترم، هیچ گپ نیست. البته اگه بخواه که تو را ببینه. به خاطر گفتن ای گپ کی میفهمه کوره چه قسم تهدید کرده باشین؟ چی کردین؟ ای دفعه خانوادهش اختطاف میکنین چطور؟ ای تو کدام گپ نیست دخترم، بعد از این چطور گپ نمیشه. گوش کو، بعد از این دیگه نمیخوایم که تو جگر خون شوی. تو هر چیزی که میخوایی اما تو میشه.
جدی هستین پدر؟ زینبم بعد از هیچ وقت نمیخوایم تو را جگرخون بسازم. هیچ وقت. میفهمم که مرا بسیار زیاد دوست دارین. بجز از وقتایی که قار می باشین مام شما را زیاد دوست دارم. تاشکافا یک آدم کاملا روانی است. یکی چی میکنه چی میگه هیچ معلوم نیست. او یک آدم بیسر است. استاد تو چه قسم در دسته تاشکافا افتیدی؟ پیلوت تو کتی آدم ها چی کار داری؟ تو برم نگفته بودی که توبه کردیم؟ راستش والا قسمی که تو فکر میکنی او تو نیست. یه آدم زندگی به دست نجات داد. من به خاطر تشکر کردن آمده بودم. اگر نیمه ای قسم امروی سلام الا سر و کار ندارم. صحیح است. اگه اینطور است در صورت کمکو که از اینجا برایم. آی استاد تو خود کاملا راست میگی میفهمم. اما من به یه آدم یک جان قرضدار هستم. دیگه ای که یه آدم دوست پدرم برآمد. خوبی گپا را میگذاریم و در گوشه میمانیم. من تو را از اینجا چه قسم بکشم ها؟ در بیرون یک عالم نفر است. اگه یک دست تواز کنم هر دوی ما یک جای همینجا از بین میریم. میاین هر قدر که در زندان ماندیم تو هم در جهنم همه قدر خواد ماندی. فهمیدی یعنی؟ بعدن مرده به جهنم اصلی خود رفتی. کسی که صاحب جانا است او هم نفس میته و هم نفس میگیره. اگه خداوند مرا کمک کنه کسی نمیتونه به من ضرر برسونه. اگه مرا تک و تنها ایلا کنه و کمکم نکنه باز به هر قسم که میتونین جان من گرفتم میتونین. گفته بودی که توبه کردی همه تو نیست. اما ما باور نکردم. یعنی که راست نیست. انسان میتونه از گذشته خود منصرف شوه اما گذشتهش نمیتونه از انسان منصرف شوه. از آتش یک ریسمان جور کرده در گردنت بیندازم تا گذشته نیست و نابود شوه. بیادر گناهی آدم چی است؟ تو کتی هیچ غرض نگی. به من بانش شخصا خودم رسیدگی میکنم. تو مداخله نکن. سر از تو دلم پرست گیر. تو رخو بانتا ایره به مرگم امانت نمیمانم. شروع کن. زیادش کن. شروع کن. آی بیادر ای آدم میموره. نمیموره بچه. یادم پشک 7 دم است. فهمیدی؟ در وقتش بسیار جزا را تحمل کرده.
بگو چرا لب رویت کشال است؟ پدرت خو اجازه داد که او بچه را ببینی؟ اجازه داد، اما چی بفهمم شاید حق به جانب بود. از اینکه مانع میشد که کسی مرا دوست نداشته باشه. ای دیگه چی مانا میته؟ یعنی سینان اگه درباره مریضیم بفهمه نمیفهمم که دوستیش مثل سابق میمونه یا نه. مگم نگفتیم که گفتن کلمه ممنوس؟ خب چی بفهمم؟ از اینکه نمیمونه سینان مرا دوست داشته باشه به من خودخواهی معلوم میشه. زینبم البته که قسم نیست. چرا قسم فکر میکنی؟ با او فرصت بده که برات محبت بده. من از کاملا مطمئن هستم که از کارتان پشیمان نخواهد شدین. دختر مقبولم. دویگو خواهر، تو دوای عشق داری؟ کی میخوای خودت در جنجال پرته؟ ازگی کوشش میکنه مرا دوست داشته باشه اما موفق نمیشه. کدام دوا است که او عاشق من شود؟ نه، یعنی هنوز قسم یک دوا پیدا نشده. اما بیبی ما هم دول پیلوت دوست نداشتم. بعدن نمیفهمم چه قسم شد. کل چیز تغییر کرد. خسته نباشین. علی رو ندیدین چطور؟ نه. چرا استاد علی کدام جایی رفته؟ به یک جای خطرناک رفته. منتظر ماندم اما نامد. این طرف آرام دیدم اما در منطقه ایت نیست. پدر جان، پدر جانم، پدر جانم، ما کاملا خوب شده. من شما رو بسیار دوست دارم. پدر جان، بسیار زیاد دوستتون دارم. یادر به نظرت همه قدر بحثش نیست؟ اگه کل برقای دنیا رو برش وصل کنم بازم دل ما یخ نمیکنم. آی بیادر، اگه توی آدم بکشی انتقام تخو گرفتن نمیتونی. به نظر من بس کنین. یه آدم بانین که یک نفس بگیره. بچه هم تام راست میگه. قطعش کن. حال تو آخرین امید بچه مستی. استاد علی هنوز موبایل استفاده نمیکنه نه؟ نه، استفاده نمیکنه. سیفدا خواهر، ملاسای وقت عاشق تو شده بود از موبایل استفاده میکرد، اما وقت تو را ترک کردی دیگه موبایل استفاده نکرد. تو چرا ملاسای به ما را ترک کردی؟ ایزگی وقتی میخواست مرا ترک کنه گفت خارج از شهر میره. نه که ملاسای میخواست خارج از شهر بره. رئیس
بگی نوبت تو هست. قبلا هیچ وقتی با یک آدم سخت جانه مثل ای روبرو نشده بودم. آخرین افسانه است. ای علی هروغلو. خیر ببینی آی استاد، تو امرای چه قسم آدم خود دشمن ساختی؟ پیلوت، من امروز باید از اینجا زنده بیرون شوم. به من کمک کن، من از اینجا نجات بده. بشنو استاد، ما کل احتمالات فکر کردیم، اما از اینجا راه فرار وجود نداره. اینجا مثل یک قصر است، بسیار بیروبار است. سیفدا، اگر کدام خبر شد با ما خبر بده، درست است؟ درست است. خسته نباشین. ما امروز میرم سیفدا خواهر. خدا داد حال وقت نماز است نی؟ علی شاید در مسجد باشه. نه، حال وقت نماز نیست. پس یادم کجاست ها؟ یک بار دیگم دکانه ببینیم چطور؟ سعیس میبینیم. خیلی بریم دیگه. تو نتر سیفدا خواهر، ملا صاحب ما را هیچ چیز نمیشه. انشالله. بیادر، بیبی آدم قصه زندگیش برم کرد. زیاد پشیمان شده. از تو زیاد معذرت میخوایم. یعنی تو بزرگ هستی، هیچ برات نمیزه که سر یک قسم آدم دست بلند کنی. به از اوی آدم مثل یک جسد شده. بس است به نظر من. بس نیست بچیم، بس نیست. حتی تا دم مرگم ایره باید لط کنیم. رئیس، ناوقت شده منتظر ماستا. میریم. تا وقتی که نفس در جانش است باید ای جزا ببینی. نفهمیدی؟ بیادر، پیلوت پیش تاشکافا رفته. دی وضعیت زور ما به تاشکافا نمیرسه، اما او پیلوت بدون سلاح و دفاع هر جای میگرده. وقتی از اونجا برآمد تعقیبش کنین، برین و کارش خلاص کنین. بیادر، میگن در پشتی علی آقا کرد است. بعدن کدام مشکل پیش نشه. اگه خواسته باشه بیای بگیرش. لوده و آدم میره که آقا کرد گرفته نتونست من چه قسم بگیرم. به هر صورت تو چی گفتم ایدیو بچه؟ چیزی نیست بیادر، هیچ چیزی نگفتم. به نفرم گفتیم که اگه کوشش کنن کار خود درست انجام ندن. اولین فایر اصلیشان علی هروغلو از بین خواهد رفت. سیفدا خواهر، پیش من کلی است. اگه میگی دکانه واس کنم. خدا داد من کلیشو چی کنم ها؟ من علی را میپالم. او آدم کجا رفته میتونه؟ دخترم، تو در اینجا چی کار داری؟ نفهمیدم. یک آدم مثل فرشته مثل شیطان سر انگشت رقصاندی. هیچ کار بد نموده بود که در حقش نکرده باشی. ترکش کده رفتی، زندانیش ساختی، باز هنوز رفته که آدم دیگر روسی کردی. تو حالا چرا در اینجا میگردی؟ هیچ خجالت نمیکشی ها؟ تو چه قسم یک دختر هستی؟ راستش ما چی؟ وقت بار اول تو را دیدم فکر میکردم بسیار دختر خوب هستی، با درک هستی. البته کل ما انسان هستیم، کدام چیز فروشی نیستیم. خدا داد من به شفاخانه میرم. اگه تو از کدام چیز خبر شدی باز
بریم زنگ بزن. سعی سفدا خواهر. خدا داد به ای زیاد روی نتی، نمونید اینجا بگرده. بانک استاد علی آرام باشه. این منطقه با استاد علی ضرورت داره. سفدا خواهر زیاد جگر خون شد. من چی میادم چی شم؟ استاد علی، اگه از اونجا زنده برآمدی واقعا آدم بزرگ هستی. والا به شکت است. زنده باشی پیلوت. موبایلم در داخل مانده. مسئلت باور کرده بودم پیلوت. توقع داره چی کنم استاد؟ ها؟ میخوایی در دستم یک اسلحه گرفته سر کلشان فایر کنم؟ پیش از اینکه من فایر کنم اونا مرا خود کشتن. آی با نگه پارا تیر میشه. بیبی تو را در چی زنجیر دبل بسته کردن. من حتی با کلی او را واز کردن نمیتونم. بشنو استاد، تو را اعلان نکردم، پیشت آمدم، اما با ما بگو میخوایی چی کنم؟ او میخه که در زمین است او را برم بده. او میخواد چی میکنی؟ کاره را که برات میگم اما تو کو. حالا حالا دیگه بیرون برای یه دیگه راست را چک نکنن. راست میگی، چانس خوب داشته باشی. والا موفق شده که با یک میخ از جهنم بیرون شوی. نوش جانت والا. استاد، به نظر مایی مشکلی که بین تو و تاشکافا هست نه؟
نمیشه که امرایش صلح کنی یک قسم راه حل پیدا کنی؟ نه، تا پیش از اینکه یکی ما زیر خاک نشه بین ما صلح نمیشه. نکو دیگه استاد، او آدم دوست پدرم است. ما هم به او یک جان قرضدار هستم. تو مجبور نیستی که خودت در جنگ دخیل بسازی پیلوت، و نبایدم خودت دخیل بسازی. برای متوجه رستورانتت باش، با وعده‌ای که میتی صادق باش. به خاطر که با موترت پیدایت نکنن او رو پد کردیم. بیا که تو رو برسانم اینجا استاد نشو. بریم، خیر ببینی. بیادر، پیلوت چه راه قناوخ کرد؟ از کدام راه دیگه نرفته باشه؟ اینجا کدام راه دیگه نیست. او احمق از امی را تیر خواهد شد. علی جان، نه که مادرت نیست؟ پیش خاله نرس رفته. خب پدرت هم نیست؟ یا که هیچ نامده؟ پدرم خو مرده خاله. علی ما تو را این قسم کتبه چید یک جای سیفدا، بله، عزلم. علی تو کجاستی؟ من زیاد به تشویشت بودم، تا منطقه تان رفتم اما نتونستم پیدات کنم. تو خوب هستی؟ سیفدا، این موبایل پیش تو چی میکنه؟ من حالا در شفاخانه هستم، منتظرت بودم. خانم ازلم کجاست؟ فکر کنم رفته تا کت نرس گپ بزنه. کدام چیزی شده؟ نتیجه آزمایش آمده. خبر باشین. چی؟ نتیجه آزمایش آمده؟ آزمایش پیوند سوهان مطابقت کرده سیفدا. بگو برم. درست است، صبر کو. من نتیجه رو فهمیدم، یاله برات خبر میتم. رئیس آماده شوین میآیند. آماده شوین. خانم ازلم؟ دکتر صاحب؟ خانم ازلم، نتیجه آزمایش آمده. مادر بیاین نتیجه معاینات آمد. دکتر صاحب خواهش میکنم با من را بگوین که او پیوند استخوان مطابقت کرده یا نه. ها، مطابقت کرد. پیوند استخوان را که از خالی میگیریم، میتونه علی جان نجات بده. شفا باشه. بچه مادر جان، خدا را هزار بار شکر. علی آزمایش مطابقت کرده. علی جان نجات پیدا میکنه.
خدایا هزار بار شکر. نواز قند من نجات پیدا کرد. بچه خیریت باشه استاد. اینقدر خوشی به خاطر چی؟